سلام و درود به همه، خوش اومدید به این ویدیو. به 5 دلیل شما ممکن روی این ویدیو کلیک کرده باشین. یکی این که از فیلم سوپر خستشون میخواین یه چیزهای جدید رو امتحان کنین. دو اینکه کلا از این بازی ها دوست دارین. سه اینکه نت رایگان رو دارین و میخوان تا یا آینده‌تون رو ساپورت کنین. 4 تو کامنت ها بگو. 5 اینکه مثل من کنجکاوید. خب اینا رو ولش، بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. بازی اول بازی ددلوکا فامیلی هستش. توی این بازی شما نقشه یزید رو بازی میکنید که در ابتدا زندگی کاملا معمولی رو داره، ولی بعد میفهمه که پدر و مادرش براش ارث گذاشتن چند تا مافیای طلبکار. این بدبخت که نه خوش شانس مجبور میشه برای خانواده دلوکا خدمت کنه. از اونجا به بعد هر کی رو میبینه تو اون خونه اتفاقات زیادی میفته. اگه دوست داشتید میتونید نصبش کنید. این بازی در حدود 500-600 مگ فکر کنم هم برای اندروید و هم برای پی سی موجود هستش. بیشتر از این وقتتون نمیگیرم و بریم سراغ بازی بعدی. بازی بعدی بازی دد اور الیو اکستریم 2 هستش که متاسفانه فقط برای پی سیه. تو این بازی شما نقشه یک مرده رو دارید که توی جزیره نیوزک که تازه ساخته شده زندگی میکنید که دافای زیادی از سراسر دنیا میریزن اونجا، حالا به دلایل خاصی، و شما میرین باشون صحبت میکنید، میگید و میخندید و در نهایت هم اونجا اتفاقات زیادی میفته و شما دیگه روزتون رو میگذرونید. بریم سراغ بازی بعدی. بازی بعدی بازی لاست گادس هستش، یعنی الهه شهوت. تو این بازی شما تو شهری زندگی میکنید که خلافکارا کنترلشو به دست گرفتن و شما باید برین دنبال دخترها بگردین و اونا راضی کنین تا به لشکرتون بپیوندن تا شهر رو پس بگیرین. تو این راه اتفاقاتی میفته که خودتون میدونید. حجم کمی داره، هم واسه اندروید هم واسه پی سی موجود هست و در ضمن یه حالت اکشن و استراتژیک هم داره. بازی بعدی بازی هورنیویلا هستش که از اسمش معلومه چه کثافتیه. تو این بازی شما نقشه یه یزید رو بازی میکنید که باید ویلاتون رو قشنگتر کنید تا دافای بیشتری بیان خونتون. این بازی یه حالت پازل گونه داره و به شدت آباور و حجم بسیار کمی رو داره و هم برای اندروید و هم برای پی سی موجود هستش. البته من این بازی رو حقیقتش بازی نمی کنم، ولی اگه شما بازی کردین و خوشتون اومد حتما تو کامنت ها بهم بگین. میریم سراغ بازی آخر، بازی رایز آف اروس، یعنی ظهور اروس. این بازی حقیقتا داستانش هرچی گشتم پیدا نکردم، ولی توی یکی از عکسایی که دیدم یه مرده بود که بالا سرش 7-8 تا زن وایساده بود. این بازی هم برای اندروید و هم برای پی سی در حجم حدود 700-800 مگ که میتونید دانلود کنین و لذتشو ببرین. خب بچه‌ها، اگه کیفیت عکسای خود داغون بود دیگه به بزرگی کیرتون هم که شده ببخشید. اگه خوشتون اومد لایک و ساب فراموش نشه.